سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم هر جای که هستین جور و صحت و سلامت باشین و شما بسیار تشکری میکنم از اینکه ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. دوستای عزیز، موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش ازی است که ما چطور میتونیم یک MP4 را به MP3 تبدیل کنیم. چرا ما این کار میکنیم؟ خب MP4 مثلا شما اگر یک کاراوکه میبینین و میخواین که امروز از او یک آهنگ بخونین، شما ضرورت دارین که یک MP3 داشته باشین که شما مثلا برای یکی از پروگرام های مثلا اوداسیتی شما او را در داخل اوداسیتی منیس یک موزیک ترک استفاده کنین و صدای خود دو ثبت کنین و از خود آهنگ داشته باشین، مثلا صدای خود چک کنین، ببینین که چطور میخوانین و به خاطر شما MP3 کار دارین. و یا مثلا شما در یک محفل می باشه که اونجا موزیک لایو نمی باشه یا امکانات برای شما نمی باشه، شما میخواین که در خانه اول آهنگ تمرین داشته باشین، دفعتا در موزیک لایو مثلا شما او را وقت نیست که تمرین کنین، شما میتونین که در خانه امروی کاراوکه تمرین کنین و بعد از MP3 زیر داشته باشین و در محفل میرین اونجا آهنگ بخوانین، امروی امو کاراوکه بخوانین. چرا امکانات ازی است که اینترنت خراب شوه یا صد مشکل دیگه می داشته باشه، اما اگر شما یک MP3 داشته باشین و او را با یک USB استیکر امروی خود یا هر حافظه دیگه باشه امروی خود ببرین و در امو اسپیکرهای بزرگ او را استفاده کنین در او و صدای از رو بشنوین و بخوانین آهنگ، این بسیار زیاد مطمئن تر است و یعنی خوب تر است. از او خاطر است که یعنی در مجموع وقتی که شما آفلاین ها می باشین از MP3 میتونین استفاده کنین. مثلا شما یک پارک میرین، یک جای میرین، هر سفر میکنین، در اونجا شما اینترنت ندارین و شما میخواین که با یک کاراوکه تمرین کنین، اگر MP4 شما دانلود میکنین اولی که در تلفن شما مثلا بسیار زیاد حافظه را میگیره. به این دلیل است که ما میخوایم امروز یاد بگیریم که چطور یک MP4 را ما میتونیم با MP3 تبدیل کنیم تا که ما در موقعهای مختلف از یک استفاده خوب کرده باشیم. میریم دوستای عزیز یک جای شروع میکنیم. خب اول ما میریم در تلفن های خود یوتیوب باز میکنیم، یوتیوب سرچ کلیک میکنیم و ایده باز میکنیم. بعد از او هر آهنگی را که ما خواسته باشیم سرچ میکنیم در یوتیوب. مثلا یک آهنگ احمد ظاهر باشه که شما بفهمیم کدام آهنگش انتخاب کردین و یا در مجموع مثلا من اینجا تایپ میکنم که احمد ظاهر کاراوکه. وقتی که من اینجا تایپ میکنم و اینجا سرچ میکنم، اینجا برای من انواع و اقسام یعنی تعداد زیادی از کاراوکه احمد ظاهر عزیزه اینجا برای ما نشان میده. در صفحه ما میبینیم که کدامش انتخاب میکنیم. البته خوبتر است که هر کدامش که انتخاب میکنین اول گوش کنین ببینین کوالیتیش چطور است، بعد از او ایده شما به MP3 تبدیل کنین. مثلا من اینجا یکی از آهنگاش انتخاب میکنم و به زیر ویدیو وقتی که اینجا ویدیو شما در قسمت بالا میبینین که اینجا ویدیو پلی شده و در زیر از او آپشن های مختلف هستن. شما ببینین آپشن های مختلفه. از بین این آپشن ها یک آپشن است که اینجا از من لسان هلندی است، یک آپشن سیوم که او به سر خود تیر داره، اونمو تیر که داره بالای از او کلیک میکنین. وقتی که بالای از این ما کلیک کردیم باز یک صفحه دیگه باز میشه. اینجا در قسمت اول اونجا میبینید شما لینک کپی، اما لینک از رو ما کپی میکنیم. امروز از کلیک میکنیم سر از این لینکش کپی شد. حالا وقتی که لینک آهنگ ما کپی کردیم ما حالا میریم با هر اینترنت پرووایدری که شما دارین، بعضیا بریو دارن، بعضیا گوگل کروم. در گوگل کروم اونجا میرم و امو یک سایت دیگر به نام FLVTO، البته FLVTO biz ایده ما سرچ میکنم
وقتی که من سرچ میکنم میبینم که امکانات زیاد برای من بیاید. از بین از او من یکش انتخاب میکنم. بعد از او برای من صفحه باز میشه. وقتی که این صفحه باز شد در مو قسمتش که شما میبینین که جای است که رنگ سفید داره، امونجا می لینک پیست میکنم، یعنی که میچسبانم اون لینک که در اینجا پیست کردم. بعد از او سر گو کلیک میکنم. بعد از او صفحه باز میشه. اینجا رکلام اومده، رکلام شما از بین ببرین، رکلام در اینجا زیاد میه. بعد از او صفحه شما به طرف پایین میارین. در قسمت پایین میبینین یک جایی که اودیو است. اینجا که اودیو شما دیدین، در این قسمت شما در سر دانلود کلیک میکنین. وقتی که سر دانلود کلیک کردین، باز اینجا امکانات ازی هست که رکلام بیه، رکلام پس میکنین. پس این صفحه میبینین که وقتی که شما اونجا دانلود کردین، امو MP4 تان در حالت دانلود شدن است به شکل MP3. یعنی امو MP4 تبدیل میشه به شکل MP3 و در حالت تبدیل شدن و دانلود شدن است. MP4 در حالت تبدیل شدن به MP3 می باشه میاله. سایت FLVTO یک سایتی است که آهنگ شما میتونین، یک MP4 مثلا شما میتونین به MP3 کنورت کنین یا تبدیل کنین. شما اینجا در قسمت بالا میبینین که نشان میده که MP3 شما دانلود شده در تلفن شما. MP3 در قسمت موزیک اپ شما رفته که هر تلفن از خود یک موزیک اپ داره، در او رفته و در اونجا دانلود شده. حالا اگر شما ما اینجا رفتیم بر موزیک اپ رفتیم، اگر شما تلفنتون سامسونگ است که اینطوری یک آیکونش این رقمی است و شما بالای از او کلیک میکنین. وقتی که بالای از او کلیک کردین او باز میشه و شما اونجا میبینین که آهنگ در قسمت امو MP3 در قسمت آهنگا برای شما اونجا ذخیره شده. این آهنگ ما به MP3 تبدیل کردیم که حالا در خدمت ما است و ما را که خواسته باشیم از اون میتونیم که استفاده بکنیم.